بفکرم اسما اسما بیبی اسمای ما میبینم که بفکرم بیشتر وقتی تو فرزند تو خرسر میگیره. البته که بعد که مادر شدی بعد از 3 سال که من روی صحنه نبودم از خاطر همین فرزند بود که من روی صحنه نبودم. خیلی که داره شکلی. خوش اومدید خیلی روز به درگاه ما. من امروز خیلی خوشحالم که بعد از چند سر سال باز روی صحنه آمدم با یک دخترچه دوسرویه که نامش بیبی اسما و درباره‌اش سرودم خواندم. بله دیدم که چقدر شما در روی صحنه با دخترچه‌تون میبینید و در واسش سرودم میخونید. بله و واسش سرود خواندم. بسیار سرودی نقص بسیار به مردمم پسند اومد. خیلی شوق داشتم که بعد از این سر سالی که در روی صحنه نبودم باز خلق انتظاری کشیده است و نقص قبول کردم. البوم نوام را که به دست مخلصا میارم نامش نامیده می شود که طفل گریانا نامی البومم. وقتی که اسما تولد شد 4 ماه بود خردکک بود امین سرود یکی به دهانمون خیلی که نامش بسیار پسند آمد به من. نامش بسیار به من پسند آمد. پس از گذاشتن سرودشم به زبان خودم آمد. آهنگشم به زبان خودم است. یعنی متنشم مال خودتون است، آهنگم مال خودتون؟ بله آهنگم مال خودم است. راست گپ سخنهایش رو 2 بار با شاعران نوشتیم. راست گپ شاعر بسیار 2 شاعر نوشت و خفیه‌اش رو بلند نوشت. بسیار ادبی بد کرد سخنهایش رو. با من پسند نآمد. من گفتم که این سخن باید چقدر سخنی لهجوی، بله سخنی چقدر ساده باید باشد که وقتی که هر یک طفل شنود این سخنان رو فهمد که من چه خوانده ایستادم. راست دیگه بازیر چند کس از نزدیکانم میگویند که من حاضر فرزندهایمان رو با همین سرودی تو فیروزه و میخوابانیم. بسیار سرودی علاوه خوب است. یعنی بدل نزدیک شده است. بله. با اینی که مثلا طفل نو به خاندان شما آمد و شما مثلا صاحبی باز دومین فرزند شده، یکمتون چند ساله بود؟ یکمم 12 ساله است شاهزاده. یعنی برای چقدر سال طولانی و چه تغییرات در زندگی شما وارد کرد، در ایجادیتون چه تاثیر کرد؟ اکنون من از اویلا برپا دادم. انشالله نصیب خدا خواهد 3 سال می شود مثال اویلا برپا کردگی مرا. بسیار خوشحال هستم. من باز از نوروزی 2015 با روی صحنه برآمدم. خدا به شکر همش نقص است. با ایجادیتون هم چه تاثیر رسوند در این مدتی که مثلا بندی تربیت فرزند بودید؟ آهنگ هم ایجاد میکردید در همزمان یا چی؟ ممکن یک 15 آهنگ ثبت کردیم ده. راست دیگه یک سرود درباره شوهرم هم خواندگی بودم. یک سرود درباره مادرم خواندگی بودم. بانا یک سرود درباره فرزندم خواندم. بگیریم اكو موضوع سیمینی حفیظوفا بودم. اویلویه. اویلوی. تو جای ما دریا داریم چند سال پیش ما با هم صحبت شده بود و گفته بود اون وقت هنوز مثلا با پدر اسما آشنا نبودید و میگفتید که باری زندگی با دوش خود شما هست و تو یک خانه هم بنیاد میکردی. تقدیر اون خانه چی شد؟ امروز هیچ باوریم نمیآید که خداوند اینقدر به من نظر کردگی بوده است که یک دم پس از همون اینترویو دادگی هم صاحب حوالی شدم، هم در سنتر صاحب خانواده شدم. همه چیزی که در دلم بود جامعه عمل پوشید. با شوهر نغزم یافت شد در زندگیم در آمد. باز من صاحب یک دوسر یک فرزند خوب شدم. Bas jona asma ku tay tay pomon ay
قسمت